درباره سیاست‌های دینستیزانه حکومت رحمانوف. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ملت مسلمان تاجیکستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکومت فعلی تاجیکستان حکومت خونخوار و ستمگر است که می‌خواهد ملت به ویژه جوانان را به بردگان مطیع و فرمانبردار تبدیل کند و متاسفانه تا حد در این مسیر موفق شده است. اما بدانید که این ظالمان به این مقدار اکتفا نمی کنند. هدف نهایی آنها این است که ملت مسلمان را از دین روی گردان کرده و آنها را از عمل به مقتضایات اسلام باز دارند. الله تعالی می فرماید: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. و آنان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. سوره بقره. اگر این وضعیت ادامه یابد و ملت در برابر آن به اندازه سکوت کند که الله نکرده ملت از دین روی گردان شود، دیگر راه نجات باقی نخواهد ماند. الله متعال فرموده: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. و هر کس از یاد الله رحمان غافل و رویگردان شود، برای او شیطان برمیگماریم، پس همواره آن شیطان قرین و همنشین او باشد. و آنها یعنی شیاطین، اینها یعنی انسانها را از راه الله باز می دارند و گمان می کنند که آنان هدایت یافته اند. سوره زخرف. از این رو ملت مسلمان باید آگاه و بیدار باشد تا مبادا با فشارها و سرکوبهای حکومت دیکتاتوری رحمانوف از ذکر الهی روی گردان شده و در زمره کسان قرار گیرد که شیطان بر آنان مسلط شده است. بنابراین مقاومت در برابر ظلم و پایبندی به ایمان وظیفه است که نباید از آن غافل شد. پس ای ملت مسلمان، پیش از آن که اوضاع به نقطه بی بازگشت برسد، باید همگی یک صدا و متحد در برابر این جنایتکاران خونخوار قیام کنیم. این قیام نخست برای دفاع از دین و سپس برای بازپسگیری حقوق دینی و دنیوی از دست رفته ما و شما می باشد. سکوت در برابر ستمگران نشانه ذلت و خواری و بردگی است. چرا باید یک ملت مسلمان آزاد برده ستمگران و خونخواران مزدور باشد؟ این ظالمان دینستیز به سخن صلح آمیز گوش نمی دهند. برای این ظالمان مزدور عدالت، حقوق ملت و ارزش‌های اسلامی هیچ اهمیتی ندارد. این ستمگران تنها به یک چیز گوش می دهند و آن قدرت می باشد. فقط در برابر نیروی توانمند زانو زده به خود می آیند. اگر ملت مسلمان بیدار نشود و با اقتدار در برابر این ظالمان نایستد و با فرزندان صادق خود جدی همکاری نکند، سرنوشت ملت چیز جز بردگی و تحقیر نخواهد بود. ای ملت مسلمان، بیدار شوید تا متحد شویم و بر علیه این حکومت دیکتاتوری قیام کرده دین، ملت، وطن و ضعیفان و اسیران را از شر این مجرمان نجات دهیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.